پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. این روزها بازار افشاگری ها در خصوص تجاوز افراد معروف و مشهور به سایر افراد معروف و مشهور زیاد شده. یعنی مثلا فلان بازیگر میاد میگه که فلان تهیه کننده به من تجاوز کرده، یا مثلا فلان خواننده میاد میگه اون یکی خواننده یا تهیه کننده یا اصطلاحاً آهنگساز اومده به من تجاوز کرده و یه نوع تجاوزیه دارن دور همدیگه میخورن و جدیداً هم بازیگرها شهامت اینو پیدا کردن که بیان بگن که به ما تجاوز شده، از خانم ریحانه پارسا گرفته تا خانم هانیه توسلی و شهره قمر. یعنی خدایا بس دیگه واقعا خدایا بس دیگه. بله واقعا یعنی انقدر هر کی قرار رسیده و مصاحبه کرده و گفته به من تجاوز شده دیگه تبدیل شده به یک کلاس گویا، یعنی یک چوسی کلاسی که دارن دور هم دیگه میذارن و عموما سلبریتی ها برای جلب توجه دست به هر کاری میزنن. یکی دیگه از این سلبریتی ها گفته بوده که من 4 سال مورد تجاوز قرار گرفتم. یعنی دیگه این ته حرکت بود، یعنی 4 سال نان استاپ داشته طرف میزده و اینم خیلی میگفته که مرسی ممنون. بعدش فهمیده بودی که 4 سال داشته بهش تجاوز میشده. قربونتون برم، شما بهتون تجاوز نمیشده، شما با عشق و علاقه میدادی برای اهدافی و چون به اون اهداف نرسیدی اسمشو گذاشتی تجاوز. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندمه دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. حالا اول یک توضیح در خصوص تجاوز بدیم، بعد در خصوص خانم هانیه توسلی که جدیداً اظهار نظر کردن و گفتن که قبلا بهشون تجاوز شده و همینجور خانم شهره قمر صحبت خواهیم کرد. در ایران میانگین تجاوز طبق آمارهای رسمی اعلام شده که بین 17 تا 28 سال بوده. البته میانگین رو به صورت حالا همینجوری گفتن 20 سال. چرا همینجوری گفتن 20 سال؟ به خاطر اینکه یه عده اگر هم بهشون تجاوز بشه یا اگر هم این اتفاق بیفته به خاطر ترس از آبرو و ترس از پدر و مادر و برادر و پسرعمو و کسای دیگه که بگن تو غلط کردی مثلا با طرف خوابیدی یا چرا یه کاری کردی که طرف به تجاوز بکنه، از ترسشون، حالا همون میشه ترس از آبرو، نمیان بگن. به خاطر همین آمارهای رسمی در داخل ایران با واقعیت فاصله های زیاد و عجیب و غریبی داره و یکی از مسئولان اومده بود گفته بود که 80% از تجاوزها اعلام نمیشه. یعنی این آمار فقط برای 20% از اون آمار تجاوزها هستش. اونجوری که خودشون گفتن هستش که به صورت سالیانه 1650 تجاوز اتفاق میفته. یک جدول هم از 40 مورد تجاوز جنسی منتشر کردن که روی تصویر میبینید. یک جدول بسیار عجیب و غریب هست که مربوط به سال 1389 در شهرهای مختلف مثل سمنان و گیلان و اصفهان و تهران و قزوین و کرمان و شیراز و ملارد و کرمانشاه و تجاوزهایی که به زنهای مثلا سن پایین و دخترهای سن پایین انجام شد و اتفاق افتاده. تجاوز مثلا یه دختر دانشجو که 8 نفر بهش تجاوز کرده بودن، یا موردهای مختلف به یک دختر 9 ساله 8 ساله. اصلا آمارهایی که سر آدم سوت میکشه. البته بازم میگم این آمارهایی که اعلام میشه تنها 40% از آمارهای رسمی. از اون طرف بازیگران اومدن گفتن که داره این آمارها گفته میشه و
این موضوعات هست و بذارید ما حالا بگیم. مثلا خانم هانی توسلی اومده بوده گفته بوده که یه دونه عکس هم منتشر کرده، دارید روی تصویر میبینید که میگه که آره این روزا هشتگ میتو یا من هم اومده بیرون، یه دونه شعر منتشر کرد و گفتش که چرا این روزها پرت شدم به 20 سال پیش، چرا اینقدر درد دارم در قفسه سینه‌ام. یعنی اشاره کرده که 20 سال پیش هم گویا بهشون تجاوز شده بوده و گفتم دیگه در خصوص بازیگرها، حالا منظورم خانم هانی توسلی نیست، کلی دارم میگم، بازیگران میان و با تهیه کننده ها، کارگردان ها و صدا بردارا، بعضا با منشی صحنه و گیرومو و کسی که تو بدنه سینمای ایران یه دستی داره یا آشنا یه لابی داره میخوابن یا حالی میکنن، حالا یه چیزی بشه، اتفاقی بیفته، به خاطر نقشه رو 2 بازی 3 بازی بهشون میدن، بعدش هم میگن برو گمشو برو. از اون طرف هم طرف میگه ای بابا من دادم، انتظار داشتم 10 تا فیلم بازی بکنم، بازی نکردم، پس طرف من تجاوز کرده چون انتظاری که من داشتم برآورده نشد. ولی خب حالا الان شروع کردن، حالا بازیگرا دارن صحبت میکنن، ما هم هی میگفتیم آقا تو سینمای ایران فساد، تو سینمای ایران اتفاقات عجیب و غریبه، کسی باز نمیومد راجع به این قضیه و خیلی روک بازی صحبت بکنه، اینجوری بگم بهتره. هانی توسلی که خرداد ماه سال 1358 به دنیا اومده، هولوش 41 سالشه. از اون طرف خانم شهره قمر هم اومد و چند تا استوری گذاشت و گفتش که آره به منم تجاوز شده. بعد ایشون خیلی کار بالتری کرد، دمش گرم، اومد گفت بازیگر دیگه ای که واسه رخ کار و چستی کار میاد میگید که به ما تجاوز شده، چرا اسم افرادی که بهتون تجاوز کردن رو نمیگید؟ خودش هم گفت آره مثلا به من تجاوز شده در سن 15 سالگی توسط آقای حسین فرح بخش، اسمم آورد آقای فرح بخش هم که دیگه کارنامه‌اش مشخصه، تازه من یه چند تا ویدیو اینا هم ازش دارم، حالا به وقتش پخش میکنم اگر ایشون واکنش نشون داد، نگه می‌داریم. و اصلا آدم چی بگم بگم چی بگم. و حالا این خانم شهره قمر هم باحاله دیگه، گفته 15 سالگی به من تجاوز شده، خب اگه 15 سالگی به تجاوز شده چرا همون موقع نرفتی بگی؟ حالا مثلا یادت اومده. ولی خب حرکتش باحال بود، اومد گفتش که اگر هر کسی بهش تجاوز شده بیاد رسما اعلام بکنه و بگه که آره داره مثلا تو بدنه سینمای ایران این اتفاقات رخ میده. در هر صورت اینها صحبتایی بوده که این افراد دارن میکنن، یعنی مطمئن باشید که در روزها و هفته‌های آینده افشاگری‌های بیشتری میاد بیرون از یه سری تهیه کننده، از یه سری کارگردان، از یه سری نمیدونم بازیگر دیگه که اونا میگن به ما هم تجاوز شده، ترتیب ما رو دادن. آقا بازم میگم تو ویدیوهای قبلی هم گفتم اگر به شما تجاوز شده، اگر برای شما اتفاق افتاده به صورت ناشناس، بیاد پیام بدید به من، همین زیر توضیحات این ویدیو هم آیدی تلگرام من هست، بیاد به صورت ناشناس پیام بدید و ماجرا رو توضیح بدید، بگید مثلا فلان کارگردان این کارو کرده، فلان تهیه کننده این کارو کرده، ما ببینیم که چند تاتون چیز مشترک داشتید، اصطلاحاً روابط مشترک داشتید و اینا، در میاره میگم آقا فلان شخص یه همچین چیزی راجبش هست، مراقب باشید، رفتید دفترش یه مرد با خودتون ببرید، یه کسی با خودتون ببرید، ترتیبتون رو نده به عشق بازیگری یا چیزهای دیگه، چون در بدنه سینمای ایران فساد اخلاقی وجود داره، فساد مالی وجود داره، فساد تجاوزی هم گویا داره بهش اضافه میشه وجود داره. و از اون طرف حالا اینا هم میگم ما اون برای قضیه رو گفتیم که آره به زور ممکنه که به زور نه، برای اینکه مثلا یک فالووری بگیرن، برای اینکه بیان توی چشم من این صحبت ها رو میکنن، اون برای قضیه هم ما باید ببینیم دیگه که ممکنه که اونها هم واقعا تجاوز کرده باشن، بهشون خفتشون کرده باشن، کار دیگه بکنن، اینا هم بترسن و اصطلاح خودشون دخترشون ازشون بگیرن دیگه. در خصوص شادمهر هم اومد بیرون که یه خانم من گفت به من تجاوز کرده. حالا حتی ببین در خصوص های نامجو هم همینطور چند نفر اومدن صحبت کردن. در ویدیو قبلی که من در کانال یوتیوب برام پشت پرده منتشر کردم کامل راجع به همه این تجاوزها و اظهار نظرهایی که هم خانم‌ها کرده بودن، هم این اشخاص از خودشون دفاع کرده بودن و تمام اخباری که بیرون اومده بود صحبت کرده بودیم. اگر کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، سری به ویدیو قبلی ما بزنید و آرشیو یوتیوب ما رو ببینید، کامل راجع بهشون گفتیم. ولی خب دیگه این خانم هانی توسلی، خانم شهره قمر هم جدیدترین نمونه از این نوع
صحبت ها بودن که گفتم بهشون تجاوز شده. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، کامنت هم برامون بذارید اگر دوست داشتید. دوست داریم نظراتتون رو در این خصوص بدونیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.